Bilmiyorum ne? आपके मेरा hayırlısı otası mı? Şuna bugün تاثیر برای رگ‌های واریکوزی و سبکی در پای‌ها. محصولات بی‌نظیر با ترکیب طبیعی. رگ‌های واریکوزی یک بیماری خیلی معمولی رگ‌ها میباشد. برای کم کردن در رفع ضعیفی پای‌ها پلاستیک ما کمک میکند. برم را کاهش میدهد. دیواره‌های رگ‌های خون را مستحکم میکند. به حرکت معتدل خون مساعدت میکند و اصول استفاده برایش خیلی آسان است. با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. امیدوارم همه شما خوب هستند. شما سلامتی خواهان هستم. روزی سعید جمعه مبارک باشد. دوستان، بر همه ایما و شما معلوم است در سامانه‌های اجتماعی نوار نشر گردید که در نووسیبیرسک فدراسیون روسیه زن فرزند خود را لطکوب کرده به قتل رسانیده است، یعنی که کشته است. و نواری که شما در اول دیدین متاسفانه ما در یوتیوب گذاشته نمیتوانیم به خاطر اونه که یوتیوب دلیل میکند و شاید که افطورسکی پران گیرد. برای پورا دیدن این نوار در کامنتاریا سیلک ای تلگرام کانال خود را ذکر پیت کردگی هستیم. در آمده حتما ویدیو را تا آخر میتونین تماشا کنین. در نوار صدای مرد هست، میگوید که بیا با فرزند خودم بار آخر ویدیو کنم، یعنی که خیر خوش کنم. البته این صدای مرد هست که از جمهوری ازبکستان است و زن هم شاید از جمهوری ازبکستان باشد. الکی ببینید که طول 5-6 ماه می شود این نوار اکنون در سامانه‌های اجتماعی نشر گردید. بسیار مردم طلب دارند که تا که همین زن را یابند و ما نوار داریم درباره همین زنی که فرزند خود را قتل کرده است. نه تنها نوار بلکه معلومات داریم که البته این زن را دستگیر کرده اند. شاید در این نواری که شما دیدین نوار پنهانی باشد. الکی متاسفانه در اینجا نمی شود. شما حتما در تلگرام تماشا کنید، بعد همش را میفهمید. و کسایی که زبان ازبکی را میدانید شاید خوب معلوماتی پورا اوید این گپ چپ بفهمید. بعدا دوستان، شاید این زن کسایی